سلام علیکم هموطنان عزیز. ما امروی دوستان فخردین جان، میجان صابری، بختیار خوجاєв و نوروزی حضور داریم در آبی شور نوی دوستی. ما همه کسا آرزو میکنیم، دعا میکنیم که همین پروردگار همین سرزمین تاجیکستان، نه اینکه تاجیکستان، روی دنیا، روی جهان همه وقت سرسبز و خورم باشن. پروردگار همین آرزویی که عملا هر یک شخص، هر یک شخصیت داره، پروردگار هر یک کسا براش آرزوش برسونه. میگن که نوروز اومد عالم منور میگردد، خیر پروردگار همه وقت سربلند باشین. خوجای بیا کو یگون چطنی نوروزتون مبارک زنده باشید صابری جان. سخن تبریک صابری. نه بختیار جان دوستی ما با نوروزی حضور داریم. سخن تبریکاتی با شما. سخن تبریکاتی با ما باشه. ما چی میخوایم؟ ما در این نوروزی 2020 سربلندی را میخوایم. انا ایجادیات در صنعت میخوایم. اینجا نیت داریم، نقشه داریم که همین روزهای نزدیک خطی یک تا ثبت نو وزن تویانه سیان کنیم. خدا نصیب اپا دولت سخن از شما میتیم. چی سفید کردیسین؟ نه سخنات نوروزی تبریکاتی تبریک کنید مقصد هموطنان. چی گفتنی داره؟ خیلی خوش اومدین مهمانان عزیز. این خیلی روزی پرصفا، روزی پربرکت، روزی نوروز. هر روزتون نوروز باشه. همه وقت گل رنگ گلای لاله همیشه بهار شکفته بگردیم. تشکر زیاد. سلام علیکم باشم.